آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام. عرض سلام خدمت بینندگان خوب، عزیز و مؤمن و فرهیخته شبکه قرآن و معارف سیما و همراهان همیشگی برنامه یاد خدا. این چیزی که فرمودید خیلی باعث افتخاره. تا از این باب که فقط از قم خدمت شما میرسیم، ان شاء الله خدا حضرت به حسن ظن شما ما نگاه بکنن و ان شاء الله محبت نصیب بشه. ما به نیت خالص و خلوص نیت در واقع تهیه کنندمون که اسمش هم ایمان داریم، میدونیم ایشون متوسل شدن به حضرت معصومه سلام الله علیها و حالا این اتفاق که افتاده و شما اینجا تشریف دارید، این حس و حال رو داریم، احساسمون اینه. الحمدلله رب العالمین و از وجودتون و از بیاناتتون هم داریم استفاده میکنیم و حظ میبریم. سلامت باشین. خدمت یکی از اولیاء خدا بله یه سوغاتی آورده بودن از مشهد، یه جوراب آورده بودن خدمت ایشون و گفته بودن که آقا این سوغاتی از مشهده. گفته بود از کجا خریدی؟ گفته بود از اطراف حرم. گفت این جورابو گرفت گذاشت رو صورتش، شروع کرد گریه کرد. ای جان، از اطراف حرم یه جوراب حضرت سلطان علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. واقعا افتخاره. مجاورت در کنار حضرت معصومه سلام الله علیها. چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ دعای کی بود؟ حالا رزق شده. الحمدلله انشالله که قابل باشیم. جوراب کجا و این کلماتی که شما دارید در واقع کلمات اهل بیت هست سلام الله علیهم اجمعین، میفرمایید سوغاتی ماست که برای ما دارید از قم میارید و ما هر شب ازتون دریافت میکنیم چه سوغاتی شیرین و دلچسبی هم هست. و ببینیم امشب چی سوغاتی برامون آوردین. بزرگوار هستیم، در خدمت شما مخلص شما هستیم. زنده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اهل بیت علیهم السلام هادیان، هدایت کنندن، اومدن تو این عالم، از عالم نور، از عالم بالا خدا منت گذاشت سر ما. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین حتی من علینا بکم. خدا سر ما منت گذاشت، اهل بیت رو از اون عالم نور، از اون عالمی که اصلا ما نمیتونیم بفهمیم که تو چه عالمی بودن، اوردشون تو عالم دنیا. برای چی؟ برای اینکه دست ما رو بگیرند. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی میکشم از برای تو. اومدن تو این عالم، چه قدم اذیت شدند، چقدر اذیت شدن. پیغمبر فرمود ما اوذی النبی مثل ما اوذیت. هیچ کسی، هیچ پیغمبری به اندازه که من اذیت شدم هیچ کس اذیت نشد. برای چی؟ برای اینکه دست ما رو بگیرن. برای اینکه ما رو از این عالم نور، از این عالم ظلمات بیرون بیارن و به عالم نور ببرن. خب این مسئله یه مسئله است که در واقع ما اگه بخوایم تعبیر ازش بکنیم، تعبیر کنیم ازش به مسئله اجتماعی. یعنی اهل بیت علیهم السلام یک حرکتی دارن برای هدایت کردن جامعه مسلمین، برای جامعه ایمانی در واقع. همه رو میخوان اصلاح بکنن، همه رو میخوان از این تاریکی ها، از این غفلت ها بیرون بیارن، از رذائل بیرون بیارن، به سمت خوبی ها هدایت کنن. خب طبیعتاً یه همچین کسی که همچین مأموریتی بر عهده داره، مأموریتش اینه که میخواد دنیا رو و همه انسانها رو هدایت بکنه. در واقع رفتارهای او یک رفتارهایی است که فقط برای خودش تنها نیست، دست همه رو قرار بده. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم این نقش آفرینی اجتماعی اهل بیت علیهم السلام مختص به خودشون نبود. تو فرزندانشون رو هم اینو میبینیم، تو دوروبریاشون این هم میبینیم که دوروبریهاشون، فرزندانشون، خانوادهشون نسبت به مسائل اجتماعی کاملا حساس بودن و این زن و مرد بردارم نبوده. در زندگی اهل بیت علیهم السلام میبینیم خانومهایی بودند که چه بسا اگر نمی بودند حرکت اهل بیت علیهم السلام اگر نگیم متوقف میشد، قطعا دچار مشکل میشد. نمونه بارزش حضرت خدیجه سلام الله علیها. چجوری به پیغمبر کمک کرد؟ چطوری به پیغمبر کمک کرد؟ چقدر فداکاری کرد که اگر نبود حضرت خدیجه سلام الله علیها معلوم نبود وضعیت کار پیغمبر به کجا میرسید. خود پیغمبر هم اذعان کردن و خیلی تعبیرات عجیبی دارن راجع به حضرت خدیجه. واسه همین همه ما مسلمونیمون رو مدیون حضرت خدیجه سلام الله علیها هستیم. ام المؤمنین هستن. حضرت زهرا سلام الله علیها همینطور، چه در زمانی که کودک بودند
چطوری از پدرشون حمایت میکردن، کودک بودن ولی از پدرشون حمایت میکردن که اون تعبیر ام ابیها رو اون زمان پیغمبر در مورد ایشون به کار بردن. همینطوره. در زمانی که با امیرالمومنین ازدواج کردن واقعا میتونیم بگیم به معنای حقیقی کلمه پناهگاه امیرالمومنین بودن. علی که پناهگاه عالم بود، تکیهگاهش زهرای مرضیه سلام الله علیها بود و اوجش رو هم میبینیم دیگه تو ماجراهای بعد از رحلت پیغمبر چجوری دفاع جانانه از مقام ولایت و مقام امامت کردن. حضرت زینب کبری سلام الله علیها. همینطور تا میرسیم به خواهر عزیز امام رضا علیه السلام حضرت معصومه سلام الله علیها که میخوام راجع به این با هم صحبت کنیم که یک دختر خانومی که از لحاظ سن و سال به حسب ظاهر خیلی سن و سال زیادی نداره اما یک اثری تو عالم ایجاد کرد، نه فقط برای مردم اطراف خودش، حتی نه فقط برای کل انسان‌های تو اون مقطع از زمان. می‌بینیم حضرت معصومه تاریخ ساز شد. عجب. تو اجتماع آنچنان اثری ایجاد کرد که ما الان هر روز داریم می‌بینیم این چشمه اصلا داره در واقع فوران میکنه، هر روز فیوزاتش داره بیشتر میشه. خب این معلومه این آدم بزرگی که میتونه یه همچین کار بکنه. مگه به همین سادگی اول کسی بخواد مصلح اجتماعی بشه؟ مگه کار ساده ایه کسی بخواد مصلح بشه؟ چقدر این آدم باید بزرگ باشه؟ بعد حالا اصلاح فرد بخواد اصلاح تاریخی باشه، در تاریخ انسان ها بخواد اثرگذار باشه، این یه کار بزرگی است. من قبل از اینکه عرض بکنم که یه گفتگوی با عزیزانمون داشته باشیم راجع به اینکه ببینیم حضرت معصومه سلام الله علیها چه کردن در جامعه انسانی، یه قاعده بسیار مهم و کلی رو تقدیم میکنن. میفرمایید. و اون قاعده اینه، ببینید از اونجا که امام هر زمانی یک مأموریتی به عهده داره درست و او بهتر از هر کسی تشخیص میده که وظیفه در اون مقطع از زمان چیه، خب و همه انسان ها موظفن خودشون رو با اون امام تنظیم کنن، نه یک قدم جلو و نه یک قدم عقب. المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم زاهق و لازم لکم لاحق. هر کس که ملازم امام، همراه امام باشه، او به مقصد میرسه. این همون تعبیری است که از زهرا سلام الله علیها مثل الامام مثل الکعبه از تعطی ولا تأتی. شما باید بری خودتو با امام تنظیم کنی، او قبله است. همون کاری که در اوجش و در قله انجام داد کسی مثل سلمان فارسی. آفرین. که شد منا اهل البیت. یعنی پا جای پای بله، نه یک قدم جلو نه یک قدم. تنظیم با امیرالمومنین علیه السلام، تسلیم به تعبیر روایات نسبت به امام معصوم. خب اگر این بشه شاخص، اگر این بشه ملاک، ارزش کارهای ماها، چه حتی اون کارهای فردیمون و چه کارهای اجتماعیمون، اگه بخوام بگم آقا این کار ما کار خوبی بود یا خوب نبود، امتیاز بدیم به این کارمون، آیا کارمون درست بود یا غلط بود، در واقع شاخصه دینداری رو بخوایم بسنجیم، این چیزی که وقت الان صحبت ازش میکنن که آقا چجوری بسنجیم مردم دیندارتر شده اند یا نشدن، با این شاخصه باید سنجید. چه شاخصه‌ای؟ شاخصه تنظیم بودن نسبت به امام زمان. خب چون چه بسا کسانی بودند که نسبت به امام قبلی مرتب منظم کاراشون تنظیم بود، اما رو همون قاعده موندند و با امام حال خودشون و با امام زمان خودشون نتونستن خودشون تنظیم کنن. امیرالمومنین علیه السلام خیلی تلاش کردن مردم کوفه رو به گونه‌ای تربیت کنن که با این قده های سرطانی که حضرت فرمودن دیگه نمیشه کارشون کرد. حضرت جراح ماهر و دلسوز بودند برای کل جامعه اسلامی. دیدن یه قده های چرکین سرطانی به وجود اومده که هم خودشون اصلاح شدنی نیستن و همین که دارن دیگران رو از بین میبرن. حضرت گفتن اینا رو باید جراحی کنیم، دور بندازیم. لذا جنگ صفین پیش اومد، جنگ جمل پیش اومد، جنگ نهروان پیش اومد. خب یه عده‌ای با این فضا خو گرفتن و احساس کردن که راه تا روز قیامت همینه. در صورتی که اون امام مشخص میکنه راه در چه مقطعی از زمان چطوریه. خب اینا بعضا رسیدن به زمان امام مجتبی علیه السلام. امام مجتبی ما، آقای شجاع و در عین حال مظلوم ما، با یک صحنه ای مواجه شد که حضرت فرمودن من مجبور شدم صلح کنم. صلح تحمیل شد بر امام حسن علیه السلام. حضرت نمیخواست با معاویه صلح کنه ولی مجبور شد. توی نقل مختصرش اینه، خیلی
خلاصش رو بخوام بگم، حضرت فرمود که اگه من این صلحنامه رو امضا نمی‌کردم، همین رفقای منو کتبست تحویل معاویه میدادن. فرمانده سپاه حضرت ابن عباس که هم فامیل حضرت بود، هم از معاویه کینه به دل داشت، با این وضعیت 1/3 سپاهیان حضرت رو جمع کرد بر سمت معاویه. یک دفعه لشکر حضرت رو از هم پاشوند. خب امام مجبور شد صلح بکنه. بله. تو این وضعیت یه عده که فکر میکردن نه آقا یالا ما باید بجنگیم با دشمن، نتونستن تحمل کنن، نتونستن درک بکنن این تشخیص امام زمان خودشون رو. اومدن شروع کردن نسبت به امام مجتبی علیه السلام بعضن جسارت کردن، نسبت‌های ناروا میدادن. البته حالا بعضیشون الحمدلله عاقبت به خیر شدن، ولی خب خیلی کار زشتی کردن. شما حق نداری به امام بگی امام این کارو بکن یا این کارو نکن. او امام است، او خزان العلم، او مخزن علم خداست، او اعلم به مصالح و مفاسد عالمه. من باید خودم رو با او تنظیم کنم. من با عقل ناقص خودم، من که شرط رو درست درک نمی کنم، خیلی چیزا رو نمیدونم که اصلا اون همه حرفم همینه. این عارفن به حقه که میگنم همینه. یعنی ما اگه به این نقطه برسیم که ما باید اطاعت کنیم و فرمان برداری کنیم از اوامر ولی خدا، دنیا گلستون میشه. ولی به این نرسیدن و هنوز انگار ظاهرا نرسیدیم که امامون در پس پرده غیبت. یعنی من با این علمی که اصلا علم نیست، این جهل در مقابل علم امام جهل. بله. بعد با این میام مثلا امام رو میخوام مثلا با خودم تنظیم بکنم، خب دوچار مشکل میشم. خب میبینیم که مثلا اومد طرف امام مجتبی علیه السلام گفتش که ای کاش نه من به دنیا میمادم نه تو. ای بابا. که یک همچین روزی رو بخوایم ببینیم که مثلا تو بخوای بری با معاویه صلح کنی. آقا امام توست، او امام از تو مأمومی. شما چطور تو نماز جماعت میگید عملی نباید جلوتر یا عقبتر از امام جماعت انجام بدیم؟ بعد از فقها قائلن که نماز باطل میشه. بعد این عملهای بزرگ اجتماعی ما خیلی راحت میزنیم جلوی امام، برای امام تعیین تکلیف میکنیم. زمان امام مجتبی اینطوری شد. امام حسین هم همین. زمان سید الشهدا به عکس بود. عادت کرده بودن به صلح. حضرت گفت بریم تشخیص جنگ، اومدن گفتن یا ابا عبدالله بی خیال شو، با یزید صلح کن، با یزید کنار بیا. حضرت فرمود نه نمیشه، مثل من نمیتونه با مثل یزید بیعت بکنه. مثل ابن عباس ها اومدن شروع کردن حضرت رو نصیحت کردن. همینطور میبینیم در زمان امام صادق علیه السلام همینطور بود، تا زمان امام رضا علیه السلام باز همین اتفاق افتاد. زمان امام حسین یه عده‌ای هم که بودن موافق قیام بودن و اصلا اونا گفتن قیام کن، بعد جا زدن. یعنی اون موقعش که شد، یعنی بالاخره همون که فرمودید، یا افراد یا تفرید یا جلوتر یا عقب‌تر. این ماجرا هست دیگه. این بدی ماجراست که اون وقت میان اون چیزی که به ذهن خودشون میرسه رو در واقع به امام عرضه میکنن. اون وقت توی این برهه‌های زمانی که شرایط انقدر حساس میشه، وجود فرد یا افرادی مثل از اول که فرمودید حضرت خدیجه تو بانوان، حضرت خدیجه یا مثلا حضرت زهرا، حضرت زینب، حضرت خانم فاطمه معصومه، میتونه چقدر گره گشا باشه، میتونه اون حقیقتی که میخواد بره در پس پرده اون رو عیان بکنه، اون تبیین بکنه حقیقت رو. بله دقیقاً همین کاری که از زینب سلام الله علیها حالا توضیحش باشه برای شما. من فقط عرض کردم یه اشاره بکنم. اگه اجازه بدید فاصله بگیریم برگردیم بفرمایید چطور. ممنونم، خیلی خوش آمدید به برنامه یاد خدا، هم با شما هم با این دوتا کوچولوی عزیز که گوشه تصویر دارید میبینیدشون. مثل برنامه‌های قبلی تشریف آوردن و بچهای خوبی هم هستن. این نوبت یه مقدار سرساشون کمتره، دارن گوش میدن به فرمایشات آقای گودرزی عزیز. ما هم سراپا گوشیم و استفاده میکنیم. بحثمون رسید به این که ببینیم خب حالا چطور خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها در عصر امام رضا جان این رسالت رو انجام دادن، رسالت روشنگری و اون فضای تاریک جامعه رو بخوان روشن بکنن. من داشتین شما میفرمودین یادم افتاد در زمان امام رضا هم که در واقع ایشان رو کشاندن از مدینه به مرو، اجبارشون کردن و ایشون اومدن و این در واقع تهدید رو اجوری تبدیل به فرصت کردن. باز اونجا امام موقع خداوزی میگفتن آقا برای من گریه کنید. باز عده‌ای به امام میگفتن آقا نرید شما، یا مثلا تکلیف تعیین میکردن. باز این حکایت اونجا هم بود. و بعد از اینکه ایشان حالا راه افتادن اومدن به سمت مرو، حدوداً ظاهراً 1 سال بعدش حضرت فاطمه معصومه اومدن. باز عده‌ای میگن مثلا دلشون حضرت فاطمه تنگ شد برای برادر اومد، فقط همین رو عنوان میکنن. دلم میخواد اینها رو شما تبیین بفرمایید. بله خواهش میکنم.
پس من یه نکته خیلی مهم رو یه بار دیگه تکرار میکنم، اینو خیلی دوست دارم عزیزانمون بهش توجه بفرمان و اون نکته اینه: ارزش کار یک فرد به هماهنگی اون کار با در واقع اون برنامه امام زمان است. خب یعنی اگر ما الان میخوایم ببینیم ارزش کار حضرت معصوم سلام الله علیها چقدره، آفرین، با طرح و برنامه امام زمانش آیا هماهنگ بود یا نبود. والله بعضیا مثلا تو زمانی که سید الشهدا داره میاد سمت کربلا رفتن اعمال حج انجام دادن. خب حج واجب است، آقا نمیدونم حج چنین است چنان است که اگر کسی ترکش بکنه حج رو آمدن و مثلا مستطیع شده باشد این مسلمان از دنیا نرفته. اما امام زمان الان داره میگه الان دیگه وقت حج رفتن نیست، الان باید بریم سمت کربلا. خب اونایی که اینجا مسیرشون از امامشون جدا میکنن دیگه اینجا عملشون ارزشی نداره. این همون تعبیری است که امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر از محیط ولایت ما خارج بشی دیگه فرقی نمیکنه در واقع شما عملتون مثلا یک گناه مرتکب بشید یا بخواد یک مثلا به ظاهر عبادت انجام بدید، که اونجا حضرت میفرمایند بیرون از محیط ولایت ما اگر شما نماز بخونی یا مرتکب فحشا بشی یا مثلا خدمت شما کردم دزدی بخوای انجام بدی، اینا همه از لحاظ ارزشی چیه؟ یکسانه، چون بیرون از برنامه امام هستید. خب حالا حضرت معصومه سلام الله علیها یه چیزی بگم. خب حالا حضرت معصومه سلام میگه که آنجا که حسین ابن علی در صحنه است، اگر در صحنه نباشی هر کجا میخوایی باش، چه ایستاده به نماز چه نشسته در شراب، هر دو یکیست. دقیقاً همینطور. اونجایی که حسین ابن علی نیست تو باشی فرقی نمیکنه، همونجوری که فرمودی. دقیقاً همینطور. یعنی اون چیزی که به کار درجه میده، ارزش میده، بها میده، این همراهی با حرکت امام و کار. و چه بسا اون کار بظاهر خوب اینجا حتی از اون کار گناه بدتر هم باشه. چون کسی که داره گناه میکنه بالاخره میگه آقا من دارم گناه ولی میکنم، اون فریب میده مردم. اون کسی که رفته طواف داره انجام میده، حج داره انجام میده، شاید تو پیش خودش خوشحاله که داره کار خوب انجام میده، مردم هم فریب میده، با اینکه آقا مسیر یه جای دیگه است، مسیر همراهی با فرمودید. خب حالا خانم حالا حضرت معصومه سلام الله علیها در زمان دو تا امام بودند. یک در دوران پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه و دو در زمان برادر مکرمشون امام رضا علیه السلام. ببینید در زمان موسی بن جعفر خب زمانی بود که حضرت رو تبعید میکردن، حضرت رو زندانی میکردن، فشار سنگین علیه خانواده امام کاظم علیه السلام بود. شما تو این مقطع نگاه بکنید، سر سوزنی اعتراض از حضرت معصومه سلام الله علیها میبینید، سر سوزنی بیرون زدن از این برنامه میبینید. آقا این چه حرفایی تو داری میزنی؟ نگاه بکنید، یه نکته میخوام بگم و اون نکته اینه: اگر حضرت معصومه سلام الله علیها سر سوزنی خلاف اون مصالحی که پدر بزرگوارشون که امام زمانشون بود تشخیص میدادن عمل میکردن، دشمن اینو به عنوان موفقیت اعلام میکرد و خیلی بده، خیلی شکسته برای یک رهبر الهی که فرزند خودش و اهل خودش تو برنامه اون نباشه. این همون پیروزی که سید الشهدا علیه السلام به واسطه خانوادهش به دست آورد. لشکر پیروز سید الشهدا که همون کاروان در واقع اهل و عیال حضرت بود که در بند به ظاهر از کربلا رسیدن به شام، یه بزم بزرگی یزید به پا کرده بود که آقا ما برنده شدیم، ما پیروز شدیم، سفرا امرا همه جمع شدن. بله. حالا فرمانده سپاه فاتحین میخواد بیاد گزارش بده، شل وارفته. یزید گفت این چه طرز گزارش دادنه؟ مگه تو پیروز نشدی؟ گفت نه امیر، ما شکست خوردیم، این زن و بچه ما رو شکست دادن. چه شکستی تو از این زن و بچه در بند خوردی؟ امیر، ما تو کل این مسیر اینها رو کتکشون زدیم، محرومشون کردیم از آب و غذا برای اینکه سر سوزنی از اینا التماس بگیریم، سر سوزنی از اینها مثلا این دفعه حرف بدی، اعتراض چیزی بشنویم نشد، جز این که دیدیم بزرگترها خودشونو سپر کوچیکترها میکردن. امیر، ما اسیر اینها بودیم، ما از اینها شکست خوردیم. پس حضرت معصومه سلام الله علیها همین کارو در زمان پدر بزرگوارشون انجام دادن و باعث افتخار پدر بزرگوارشون تو این جهت بودن. حالا انشالله راجع به اون حرکت امام رضا علیه السلام فکر کنم دارم وقت ما تمام شده، انشالله باید یه فرصتی دیگه با هم راجبش گفتگو کنیم انشالله. خیلی ممنونم آقای گودرزی عزیز، خیلی استفاده کردیم مثلش همیشه. اجر شما با حضرت کریمه.
عوامل ندارین؟ مخلص شما هستیم، محتاج. زنده